بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، قصه امروزه ما درباره یکی از صحابگان بزرگ پیامبر است صلی الله علیه و سلم. یک چند لحظه در گلستان پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم و ببینیم که این پیامبر رحمت چگونه گلها را کاشته‌اند و این گلهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کاشته‌اند تا به امروز بوی خوششان به ما میرسد. و یکی از گلهایی که یکی از قهرمان‌هایی که امروز درباره‌اش صحبت میکنیم حضرت ابوذر است، ابوذر غفاری. و حالا ببینیم که این قهرمان ما چگونه ایمان آوردند و چگونه خدمت خود را برای اسلام دریغ نداشتند. و درباره این صحابه بزرگوار پیامبر رحمت می‌فرمایند: ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق من ابی ذر. در بالای زمین و در زیر آسمان صادقتر از ابوذر نخواهی یافت. ببینید این جمله زیبا را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این صحابه گرامی میگوید. و اسلام حضرت ابوذر چنین است که حضرت ابوذر در یکی از قبیله های در اطراف مکه مکرمه در قبیله غفار زندگی میکرد و از طبیعت او بت پرستی را قبول نداشت. همان شرکیات و گناهانی که مشرکین عرب میکردند او قبول نداشت و انتظار از این بود که یک پیامبر به این دنیا می آید که مردم را از تاریکی ها به سوی روشنی ها هدایت می فرماید. یک روز به او خبر می رسد که در مکه مکرمه پیامبر خارج شده است و مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت می کند. برادر خود را که انیس نام داشتند روان می کند به مکه مکرمه تا از حالت و از رفتار این پیامبر خبر بگیرد و به او خبر برساند. وقتی برادر اون می آید با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات می کند و باز می گردد و حضرت ابوذر او را واخوری می کند و از حیات این پیامبر پرسان می شود. برادرش انیس می گوید که من این مرد را نکوترین نفری که اخلاق حمیده داشت، اخلاقی بسیار هم درجه والا داشت دریافتم. و ابوذر میپرسد که مردمش به اون چی میگویند و انیس میگوید که اطرافیان او را قبول نکردند، قبیله قریش او را قبول نکردند، بلکه او را ساحر نامیدند، بلکه او را کاهن و جادوگر و شاعر نامیدند. و این خبری را که برادرش به او میرساند قناعت بخش نمیگردد و از برادرش خواهش میکند که اهل و خاندان او را سرپرستی کند تا خود بیاید شخصا با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخوری کرده باشد. و برادرش به عهده میگیرد و میگوید که اگر به مکه مکرمه میرسی حتما احتیاط را کار بگیر، به خاطر اینکه مشرکین مکه اگر بدانند که تو نزد پیامبر آمده ای ضررت میرسانند. و حضرت ابوذر این چنین می آید 3 روز در کعبه میماند و حضرت علی او را 3 روز مهمانداری میکند و در آخر از اون پرسان می شود که سبب آمدن مکه مکرمه، سبب آمدن کعبه چی است؟ و او میگوید که من آمدم تا چنین پیامبری را واخوری کرده باشم. و حضرت علی خیلی خوشحال می شوند و او را میارند نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که حضرت ابوذر نزد پیامبر داخل می شود اولین جمله که میگوید که السلام علیک یا رسول الله. و این سلام است که تا به امروز در بین امت اسلام رایج است. اولین کسی که این سلام را انجام داد همین حضرت ابوذر است، همین گلی که از گلستان پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به او جواب میدهند علیک السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت ابوذر ایمان می آورند و حالا رشته سخن را به حضرت ابوذر می دهیم که بعد از اینکه ایمان آوردند چگونه در اسلام عزیز خدمت کردند. میگوید که وقتی من ایمان آوردم و از پیامبر صلی الله علیه و سلم دین را یک مقدار آموختم، چند آیات
از کتاب خداوند را. پیامبر به او می‌فرماید که ایمان خود را پنهان کند، زیرا اگر آشکار کند به او ضرر می‌رسانند. ولیکن اون چی می‌کند؟ در دل یک آرزوی داشت که در نزد کعبه آمده و در بین مردم دین خدا را، کلمه خدا را بلند بردارد. میگوید که یا رسول الله من چنین آرزو دارم و پیامبر صلی الله علیه و سلم خاموشی را انتخاب میکنند و حضرت ابوذر میآید در نزد کعبه و در نزد مردم قریش، سرداران قریش و میگوید که یا معشر قریش، به سوی قریش خطاب میکند که ای مردم قریش، انی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. میگوید من شاهدی میدهم که خداوند یکتاست و شاهدی میدهم که محمد فرستاده خداست. وقتی این سخن را از او میشنوند میگویند که این نفر است که از دین خود، از دین باباهای خود برگشته است و به او حمله میکنند، او را خیلی زیاد لطوکوب میکنند تا اینکه حضرت عباس می آید و از او دفاع میکند و میگوید که شما نفری را به قتل میرسانید که قبیله شما، کاروان شما بر نزد قبیله اینها میگذرد و او را از این حالت بیرون میکند و او برمیگردد می آید نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینجا یک نقطه بسیار هم عجیب است که اشاره کردن لازم میدانم، این است که ببینید حضرت ابوذر با کدام از مردم قریش ظلم نکرده بود، با کدام از اون نفرات ستم نکرده بود، مال کسی را نگرفته بود، بلکه یک کلمه می گفت که خداوند یکتاست، به او حمله شد. و خود مردم قریش ببینیم که جنایتکار اساسی آنها بودند، دختران خود را زنده به گور میکردند و جنایات دیگری که داشتند برای آنها کسی چیزی نمی گفت، اما این بیچاره که حالا جنایتی نکرده است تنها به سوی راه الله دعوت میکند و به سوی یکتاپرستی او را اینقدر لطوکوب میکنند. وقتی می آید نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون حالتی که او را ضرب و لطوکوب کرده بودند، پیامبر میگوید که من نگفته بودم که آشکار نکن، این که به تو زیان میرسد. و یک مدتی میگوید من در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم ماندم و پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به قبیله خود روان کردند و گفتن اونجا رفته دعوت کرده باشم. وقتی میگوید من آمدم در قبیله خود، اول شده با برادر خود انیس واخوری کردم و او را به سوی اسلام دعوت کردم، او ایمان آورد و با برادر خود رفته مادر خود را دعوت کردیم و مادر ما هم ایمان آورد و قبیله غفار را دعوت میکند، خاندانی که قبیله غفار را دعوت میکنند و یک قسمی از این قبیله ایمان می آورند و قسمی دیگری منتظر می شوند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمده باشد و بعد ایمان بیاورند. این چنین هم می شود وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه قدوم می فرمایند، حضرت ابوذر با قبیله خود می آیند نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایمان می آورند و پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی خوشحال می گردند و می گویند که غفار غفر الله لها و اسلمها الله. میگوید غفار، قبیله غفار را خداوند مغفرت کند و اینکه اسلام آوردن خداوند سلامتشان نگه بدارد. دوستان گرامی عزیز، نقطه دیگر، درس دیگری که اینجا می شود گفت، ببینید صمیمیت حضرت ابوذر را که از خاندان آنها دعوت شروع شد، یک قبیله با تمام یک قبیله ایمان آوردند، به اسلام مشرف شدند و تا قیامت هر خیری که این قبیله میکنند از فرزندان اینها ثوابش به خاندان حضرت ابوذر برمیگردد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، حضرت ابوذر هم آمدند با پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوستند و دائم با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. و یکی از فضیلت دیگری که حضرت ابوذر داشتند این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر زمانی که با او واخوری میکردند چهرهشان گشاده میشد و خوشحال میگشتند. وقتی که پیامبر رحمت از دنیا گذشتند، حضرت ابوذر دیگر در مدینه ایستاده نتوانستند، بلکه به بلاد شام سفر کردند، آنجا زندگی کردند. اما یک خاصیتی که حضرت ابوذر داشتند این بود که نمیخواستند که مال دنیا در خاندان آنها داخل شود و وقتی که به شام رفتند دیدند که مردم در تجارت و در کارها زیادترند، مردم را نصیحت را شروع کردند، موعظه کردند که نباید دلبستگی دنیا باشد و او را
روان کردند به سوی حضرت عثمان. زمان خلافت حضرت عثمان بود. حضرت عثمان او را به جای دیگر روان کرد، زیرا اون میخواست که همچنان زندگانی را که پیامبر و حضرت ابوبکر و عمر کردند چنین باشد، اما چنین نفر را کم در میافت و خود یک جایی را انتخاب کرد و اونجا زندگی را دوام داد. از متاع و مال دنیا چیزی را قبول نکرد و یک زمان شد که ملک شام به حضرت ابوذر 300 دینار روان میکند. حضرت ابوذر میگوید که آیا پادشاه شام از من غلام خوارتر و ذلیلتر پیدا نکرد که این مال را به من روان کرد تا مرا غلام خود گرداند؟ یعنی مال دنیا را قبول نداشت و این مالی که به او فرستاده شد برگردانید و به همین منوال به خداوند عهد بسته بود، ذکر و طاعت را زیاد میکرد و از مالهای دنیا چیزی را قبول نکرد حضرت ابوذر. و سال 32 هجری از دنیا حضرت چشم پوشیدند و خداوند رحمتشان کرده باشد و از غیرت او برای ما هم نصیب کرده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.